مادر شوهری که تمام طلاها و جواهراتش رو میندازه سر و گردنش، میخواد با طلا شما رو تحریک بکنه که پسرام اینا رو واسم خریدن یا پسرم واسه من اینو خریده، اینجا با سنگ خاکستری بشی. پسرم قبل از ازدواجش خیلی به من توجه میکرد، تمام رازاش رو به هم میگفت، میخواد تحریکت کنه. چه جالب، دیگه قبل از ازدواج بوده. تو تکنیک سنگ خاکستری شما باید بشی سنگ خاکستری. یعنی چی؟ یعنی آقا درگیری احساسی نداشته باشی. یک سنگ چطوریه؟ هیچ حسی نداره. وقتی مادر شوهر، خواهر شوهر و جاریت به صورت پنهان تحقیرت میکنن، باید با این تکنیکی که بهت یاد میدم خلع سلاحشون بکنی. اسم تکنیکش هم هست سنگ خاکستری. و بهت میگم که کجا میتونی از این تکنیک استفاده بکنی و کجا نباید استفاده بکنی. تکنیک سنگ خاکستری خیلی به درد جاهایی میخوره که مادر شوهرت، جاریت یا خواهر شوهرت به دنبال اینن که با یه سری رفتارهای منفعل پرخاشگرانه که نادیدت بگیرن، عصبیت بکنن، خیلی کاربرد داره. یعنی چی؟ یعنی میاد میگه عروس فلانی که خیلی به مادر شوهرش سر میزنه، فلانی که خیلی از عروس شانس آورده، ما هم خیلی دوست داشتیم مثلا پسرامون بیشتر میومدن به همون سر میزدن، خوش به حال فلانی که پسرش مادرشو هر سال میبره زیارت، هر سال میبره مسافرت. ما وقتی بچه هامونو بزرگ میکردیم بهشون شیر مادر میدادیم. یعنی چی؟ یعنی تو نمیدی. تو تکنیک سنگ خاکستری شما باید بشی سنگ خاکستری. یعنی چی؟ یعنی آقا درگیری احساسی نداشته باشی. یک سنگ چطوریه؟ هیچ حسی نداره. مادر شوهر، خواهر شوهر یا جاری که میخوان تو رو تحریک بکنن، یه تومه میذارن، منتظرن که تو به اون تومه نوک بزنی. یعنی چی؟ یعنی عصبی بشی، یعنی به هم بریزی. و حتی برخی از این مادر شوهر وقتی این حرفا رو میزنن، گاهی به صورت شما هم نگاه میکنن که ببینن تونستن عصبیت بکنن یا نه. و اگر بدونن عصبیت کردن، اولا ارضا میشن، حس خوب پیدا میکنن که خب تونستن موفق بشن از نظر احساسی کنترلت بکنن. و بعد وقتی تو به هم میریزی، بیشتر وارد بحث میشی، اتفاقا سناریوهای بعدیشون از اونجا شروع میشه که میخوان تو رو بکشونن توی یک در واقع بازی ادامه دار. یادتون هست گفتم یه میز پینگ پونگ رو در نظر بگیرین که بعضی از توپ‌ها رو نباید جواب بدین، باید بذارین فقط رد بشه. دقیقاً این یعنی تکنیک سنگ خاکستری. تکنیک سنگ خاکستری اینجا خیلی کاربرد داره. شما کاملا بی احساسی، زمانی که داره غیر مستقیم صحبت میکنه، عروس فلانی، میتونی جواب ندی. چه جالب، عجب، عروس فلانی خیلی به مادر شوهرش سر میزنه، آفرین به ایشون، تموم شد. ولی شما کار خودتو میکنی. کاملا یه مرزی رو نگه میداری بین خودت و مادر شوهرت. قاطی نمیشی از نظر احساسی باهاش، اجازه نمیدی، میشی یک سنگ، یک دیوار. حتی ارتباط چشمی زیاد باش برقرار نمیکنی، نگاه میکنی بهش ها. عجب، درگیر نمیشی از نظر احساسی باهاش، اجازه نمیدی تو رو از نظر احساسی درگیرت بکنه. و اونا میخوان بیشتر از نظر احساسی درگیرت بکنن. به همین خاطر اسم این تکنیک از سنگ خاکستری. یعنی شما باید چی بشی؟ سنگ بشی. ولی در واقع زمانی که مادر شوهر مستقیم به توهین میکنه، به هیچ عنوان نباید از سنگ خاکستری استفاده بکنی. وقتی داره به توهین میکنه مستقیم که چقدر خونت کثیفه، میتونی صحبت بکنی، بگی که اتفاقا خونم خیلی تمیزه، به هر حال هر کسی شرایط کاری خودش رو داره، ما اینطوریم دیگه. یه جایی مثلا داره بهت برچسب میزنه، نباید اجازه بدی دستکاری روانیت بکنه، مستقیم داره بهت میزنه، مستقیم. اونجا باید مرز بذاری، باید مرز خودت رو اعلام بکنی و اجازه ندی. با خودت بگین دستکاری روانیه. در مورد این بعدا صحبت میکنم، بیشتر صحبت میکنم. من الان فعلا در مورد اون منفعل پرخاشگرانه ها دارم صحبت میکنم که باید سنگ بشی. ولی جاهایی که مستقیم بود توهین باید پاسخ بدی، چون سکوت تو اونجا به معنای رضایت تو هست و میگه بله خودش هم قبول کرد که مشکل داره. اتفاقا اینجاها نباید اجازه بدی که بهت مستقیم توهین بکنه، به خصوص جلوی جمع. مثلا جلوی جمع داره تحقیرت میکنه مستقیم، نباید اجازه بدی. باید آرامش خودتو حفظ کنی و پاسخشو بدی. یا زمانی که
خیلی داره تکرار میشه، مدام یه مسئله رو هی تکرار میکنه. یعنی دیگه سنگ خاکستری جواب نمیده، باید مرزتو اونجا اعلام بکنی. پس زمانی که خیلی تکرار میشه، زمانی که توهین مستقیمه، نباید از سنگ خاکستری استفاده کنی. و زمانی که اتفاقا میخواد یک برچسب مستقیم بزنه، دستکاری روانیت بکنه و تو با سکوتت احساس میکنی داری دقیقاً تایید میکنی حرفش رو که تو مقصری، یعنی اجازه نده که بهت برچسب بزنه و تو قبول بکنی. مثل اینکه تو خیلی بچه‌تو داری بد تربیت میکنی، اینجا نباید بگی درسته، حق با شماست. این یعنی داره به عزت نفست حمله میکنه و داره به برچسب میزنه. تو اینجا باید بهش بگی که نه، اتفاقا من خیلی هم کتابای تربیتی میخونم، زیادم نباید بحث بکنی. حالا مدل‌ها فرق میکنه دیگه، قدیم یه طور بوده، جدید یه طور بوده، و بحثو عوض بکنی. تو تکنیک سنگ خاکستری هم باید سعی بکنی بعدش نذاری ادامه بده و بحثو عوض بکنی. اینجا باید بعضی وقتا بحثو عوض بکنی ولی جوابو باید بدی. اونجا جوابا خنثاست، نه تایید نه رده. تو سنگ خاکستری نه تایید نه رده. در مرزبندی مستقیم باید مرزو مستقیم، صریح، شفاف اعلام بکنی. پس زمانی که توهین مستقیمه، زمانی که سکوت تو نشان دهنده اینه که تو رضایت داری نسبت به اون حرفی که داره، برچسبی که بهت میزنه، دستکاری روانی داره میکنه، اجازه نباید بدی. و یه چیزی هم بهتون بگم، زمانی که داره زیاد تکرار میشه دیگه سنگ خاکستری جواب نمیده. ولی سنگ خاکستری زمانی که میخوان تحریکتون بکنن، با رفتارهای منفعل برخورد کنه، خیلی خوب جواب میده. شما میشی سنگ، ولی خب ریشش میدونی کجاست. زمانی میتونی خیلی خوب سنگ خاکستری اجرا بکنی که روی عزت نفست کار بکنی. هر چقدر از درون احساس قدرت بکنی، هر چقدر از درون خودتو پرورش بدی. به همین خاطر من به خانم‌ها میگم همیشه استقلال مالی داشته باشین، سعی کنین رشد بکنین، سعی کنین غنی بشین، پولدار بشین. گواهینامه‌تو برو بگیر، برو ورزش، باشگاه، لاغر کن، بدن خوبی برای خودت درست بکن، به قیافت برس، نمیدونم، خلاصه برو مدارک تحصیلی تو بگیر، نمیدونم اگه قراره بری یه مدرک، همه رو بگیر. از درون سعی کن خودتو هی قوی و قوی تر بکنی و بدونی که اون داره به تو حسادت میکنه. و از سنگ خاکستری زمانی که اون ترسوه نمیتونه به مستقیم حمله بکنه، از سنگ خاکستری استفاده بکنی و انگار که نه انگار بتونه تو رو تحریکت بکنه و تو در واقع به طعمش نوک بزنی و اون تو رو ببره توی سناریوی بعدی. پاسخهای خنثی و ارتباط چشمی خیلی کم و محدود و یه سرتکون ندانه اینجا، این نشون دادن این که علاقه این نیست، یعنی در شما حسی نیست، یعنی انگار نه انگار. باید اینجوری و بدونی هم که نقشه داره میکشه، یعنی بدونی هدفش اینه که تو رو عصبی بکنه. اگه تمام طلاهاشو داخل میندازه، اتفاقا میخواد تحریکت بکنه. بدونی نقشش چیه، تو ذهنت این باشه که اون میخواد به تو در واقع یه کاری بکنه از این لحاظ غیر مستقیم که تو اتفاقا عصبی بشی و بعد اون سناریوشو چیده که تو رو بندازه داخل بحث.